هم این جلو پنجره هزینه شده براشا. بالاخره اینایی که اینجاست ببین ویو میده، میدونی ماشین بالاخره کم ماشین نیست که 207. دیشب رفته بودیم اونجا اندرزو غذا بخوریم، دیدی چجوری با دستشون همه میگفتن این پسر از 207 داره. بالاخره هر کسی نداره چیکار می‌دونی. بالاخره ببین الان جی کلاس ببین ریخته تو خیابونه. خب 207 سفید با جلو داشبورد این شکلی که استوری ویوه، میدونی این پست ویوه هر کسی نداره. میدونی چی میگم؟ تو خیلی تکی. ببین دیگه حواست باشه دیگه چجوری رفتار میکنی. یه آن بد رفتاری کنی از دست دادی اینا رو. خب ببین همه اینا میتونه مال تو باشه تو زندگی. ببین اینا رو من کم براش کار نکردم کم براش کار نکردم. هزینه کردی. بالاخره ببین زحمت کشیدم رسیدم به این 207. آره. خب الانم ببین میگم که کم الکی نیست عشقم. خواهان زیاد دارم، دیدی که چجوری میریم میچسبن میگن این پسر 207 سفیده فلان. خواهان زیاد دارم ولی ببین چشم تو رو گرفته عشقم. چی میگم؟ و الا ببین ماشین خارجی که همه دارن الان دیگه تو خیابون پره. چیزی که نایابه 207 با این روکش صندلی ترکیده است. میدونی چی میگم؟ خودت خراب میکنی. خراب میکنم؟ دادم ثباتی مدلشه توشو برام روکش جرواجر کاور عزیز دل زده. مود الان جرواجر میری اونجا خب زابدارش کن. زابدار شلوار زابدار گرونتر یا ساده؟ زابدار تموم شده رفت. تموم شده رفت. این ای گفتی اسمش چیه؟ مدل روکش صندلی چی زابدار؟ یزید گلابی. روکش صندلی یزید گلابی این مدلیه. یزید زابداره. یزید زابدار. یزید